بعد از 4 روز تخمیر توت خشک ها تموم شده و با هیدرومتر بررسیش میکنم. در انتها تقطیر رو انجام میدم. کاری هم ندارم ته‌نشین بشه یا نشه. یه چیزی داریم به اسم قند و یه مرحله هم هست به اسم قندسنجی. وقتی به عدد 1000 برسه یعنی تخمیر تموم شده. مزه هم میکنیم دیگه، شیرین نیستش و بوی الکل به مشام میرسه. کلا با این شرایطی که عرض کردم خدمتتون، تخمیرش بیشتر از 4-5 روز طول نمیکشه. بافت توت ها جوریه که اگر تفاله رو جدا نکنید میشه از به ته دیگتون و میسوزه، عرقتون بوی سوختگی میگیره. من دیگم تفاله گیر داره، مشکلی ندارم. شما میتونید با یه کیسه صافی راحت تفاله ها رو جدا کنید یا با یه سبد این کار رو انجام بدید. تقطیرم شروع شده. سرگل حدوداً از عدد 70 خورده یا حالا 70 در نظر میگیریم. به ازای هر 20 کیلو ملاتی که میریزم داخل دستگاه تقطیرم حدود 200 الی 250 میلی لیتر جدا میکنم که توش مقدار بسیار کمی متانول و املاح بی‌کیفیت دیگه ای داره و مناسب نوشیدن نیست و اسم دیگه‌اش میشه فرشات. از درصد 75-70 الی 65-60 رو هد تقطیر در نظر میگیریم که تقریبا بوی اسیتون میده و اون هم داخلش مقدار بسیار کمی متانول داره. 65 یا 60 تا محدوده 45 تا 40 قلب تقطیر در نظر میگیرم که با کیفیت ترین قسمت تقطیرمه. اون رو هم میذارم کنار و درصد 45 تا 30 که میشه دم تقطیر و بی کیفیت ترین قسمت کارمه، اون رو هم جدا میکنم میذارم کنار. در انتها هد تقطیر با دم تقطیر رو قاطی میکنم، آب اضافه میکنم، درصدشون رو میارم روی 20 و دوباره تقطیرش میکنم تا سالم بشن و بعدش با قلب تقطیر مخلوط میکنم. یا میتونید کلا 2 آتیشش کنید تا کیفیت بهتری به دست بیارید و تو هر مرحله از تقطیر از فرشات کمی جدا میکنید تا خیالتون راحت بشه. من برای مصرف خودم درصد 45 به پایینی رو اصلا استفاده نمیکنم و میریزمش دور. بسیاری از حال بدی های بعد از نوشیدن مشروب مربوط به همون درصد 45 به پایینه. شما روی این کاغذ صافی میتونید زغال اکتیو بذارید. البته من تقطیرم رو با دقت انجام میدم، هیچ وقت نیاز پیدا نمیکنم به زغال اکتیو تا بخواد بهبود بده کیفیت خروجیمو. دیگو که روشن میکنم شعله رو زیاد میکنم. وقتی داغ شدش و کمی بوی خروجی اومد شعله رو ملایم میکنم و اصلا هم به دماسنج‌های نصب شده روی دیگ‌های ایرانی کاری ندارم، بیشترشون خطا میزنند. هر موقع احساس کردم بوی بدی داره خروجیم شعله رو بسیار کم میکنم. اگر خروجی کند شد کمی شعله رو زیاد میکنم. دقت کنید خروجی همینطوری یک نواخت بیاد یعنی دما مناسبه. عرق تازه تقطیر شده کمی تنده، میتونید بذارید داخل یخچال، درشو باز بذارید 1-2 ساعت بمونه، بسیار گواراتر میشه. مشروب دوست ما نیست، با دقت مصرف کنید. آقام زکریا پشت و پناهتون.